اینجا آبهای اقیانوس هند است، جایی که میلیون ها نفر زندگیشان را به امواج گره زدند. برای مردم ساحل دریا فقط یک منظره نیست، نان شب است، امنیت غذایی است و امید به آینده. هند با بیش از 8000 کیلومتر خط ساحلی و رودخانه‌های پهناور امروز دومین تولید کننده ماهی در جهان است. تنها در یک دهه گذشته تولید ماهی در این کشور بیش از 2 برابر افزایش یافته است. ما با استفاده از حمایت‌های دولت شغل پرورش ماهی را آغاز کرده ایم. کار بسیار خوب و با درآمد مناسبی است. میگوی وانامی یا همان طلای آبی هند ستاره صادراتی است، محصولی که تنها در سال گذشته بیش از 700,000 تن از آن به ارزش حدود 5 میلیارد دلار راهی سفره‌های آمریکا، چین و اروپا شد. اما پشت این اعداد درخشان داستانی سخت هم وجود دارد. صید بی‌رویه، تغییرات اقلیمی و کمبود زیرساخت‌ها فشار سنگینی بر دوش ماهیگیران کوچک گذاشته است. دولت هند با طرحی به نام شکوفایی شیلات میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است. از بنادر هوشمند ماهیگیری تا پارک‌های آبی یکپارچه و پرورش ماهی در شالیزارها تا تولید ماهی را تا پایان امسال به 22 میلیون تن برساند. بیش از 100 نفر با برنامه جدید دولت به نام شکوفایی شیلات فقط در ناحیه ما مشغول به کار شدند. با شروع به کار این افراد تولیدات ماهی افزایش چشمگیری یافته است. دولت برای این کار به ما 40% یارانه داده و 60% مابقی را نیز خودمان تهیه کرده ایم. تجربه هند پیامی روشن دارد. اگر به دریا تنها به عنوان منبع صید نگریسته نشود و به یک صنعت بدل شود، میتوان همزمان امنیت غذایی، اشتغال پایدار و سهمی بزرگ در تجارت جهانی آبیان به دست آورد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.